دیگه نامزد بازی همین دست خالی چطور می؟ دست خالی چطور می؟ چرا خاطر چه دست خالی می؟ یک چیز خوب نیاره کسی. یک دختر خدا روسی کردم داماد ما دست خالی نمیامد. آرد ما، روغن ما، چای ما، بولی ما هر چیز داشتم. ناق پدری کار کردی بانش خیر روی خدا خوش کنم من روی تا خوش چرا؟ چیش هنوز معلوم است؟ کسی که خانه خسرو خود میره کتی خسرو خود میشینه. خسرو بازی میرم یا نامزد بازی؟ آدم خسرو بازی میه یا نامزد بازی؟ چه گل زیبای آوردمون ده گلدان بیرون ببین ده مان ده گل برای ما شیر میده، گل برای ما ماست میده، گل برای ما بیادری قنده ما. گل ما چه کنم؟ خیلی چی کنم؟ چی کنم؟ زمستان آمده، زمستان روان است. ما تا کرایه خانه رو ندادیم، از اون چوکیدار پیسه شما ندادیم. علی دختر دست یا اکانت بانکیت عزیزم تو یک لسه بگیرش نشدیم نقل پدر تا گپ دارم یک سگ پدر جان می بود که از زمستان یک دو خروار چوب می آورد، یک کسی می بود که روغن می آورد، یک کسی می بود که درم می آورد. چوکیدار دونی مزار پا مانده. تشکر از چوکیدار باشیم چی مانده؟ جانم بده. من نایفهم دیگه موتر یک ماست که نکشیدی دو سه ماه شاید مانده باشد موترم تیل نداره چه باش پدر بعد سال آمده پیش روی زینه موترم تیل نداره نه موتر بعد از پدر بیش نه نه تو نمیگم کی بیاره، من میگم گفتم اگه تو کسی پیدا شد تو نمیگه خب خود دلت خاطر پدر جان اصلا این دفعه آمدن ما به خاطر از این نبود که ما اصلا نامزد بازی کنیم یا خسرو بازی بیایم. ما آمدیم که یک ماه بعد بخیر تاریخ هم گپ زدیم میگوتل از دوستا از تخفیف هم داده اگه آرسی را بخیر جمع کنم دیگه کتیما باید میشیشتی صحبت کتیما میکنم خاطر ما آمدم خاطر شما بشینم من که آمدم خوش شما نبودین دیگه شما نبودین دیگه چی میکردم خیلی شما رو که نباشید نامزد دو تا بودم